سلام به همگی، به درسی هستم. امروز قرار نمایش هندسی مشاهدات و رسم نمودار هیستوگرام رو با هم یاد بگیریم. همونطور که روی محیط اکسل نوشته شده، ما یک سری آیتم شامل انواع مواد غذایی رو داریم که میزان کالری هر کدوم به صورت جداگانه مشخص شده و ستون فت یا همون میزان چربی هر کدوم از این مواد غذایی هم نوشته شده. ستون اینتروال رو داریم که فاصله طبقاتی ما رو نشون میده و برای نوشتن اعدادی که در سلول بین میخوایم بنویسیم باید رجوع کنیم به ستون اینتروال. بین شامل بزرگترین عدد در طبقه ما میشه تو هر طبقه. پس تو این طبقه ما عدد 9 از همه بزرگتر، سلول بعدی عدد 19. لازم نیستش تمام موارد رو با هم دیگه بنویسیم. پس این دو سلول رو با هم انتخاب میکنیم و تا یکی مونده به آخر drag and dropش میکنیم. همونطور که میبینید طبقه 119 تا 129 رو عدد بزرگ 129 به ما داده. قسمت فریکوانسی ما شامل فرمول میشه. این فرمول از مساوی و نوشتن حرف فری که دابل کلیک میکنیم روی فریکوانسی و قسمت میزان چربی همون فت رو انتخاب میکنیم به طور کامل. یک کاما میذاریم و ستون بین رو بعد انتخاب میکنیم. پرانتز رو میبندیم و اینتر رو وارد میکنیم. لازم نیست تمام موارد رو یکی وارد کنیم در سلول های بعدی و از روش قبلی که درگ اند دراپ کردیم میتونیم گزینه های بعدی رو هم یعنی قسمت فریکوانسی رو هم از این روش استفاده کنیم. همونطور که میبینید فراوانی همون فریکوانسی طبقات ما به ما نمایش داده میشه. همونطوری که حالت انتخاب شده هست نگهش میداریم و به تب اینسرت قسمت چارتس و قسمت کلاس ترید کالم رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید یک سری نمودار به ما نمایش داده شده، اما این هیستوگرام نیست. نمودار هیستوگرام فاصله بین این ستون ها اصلا فاصله ای نداره و پس برای این باید روی یکی از این دابل کلیک کنیم. همونطور که میبینید فرمت دیتا سریز برامون باز میشه و گپ بیتس رو به 0 میرسونیم. همونطور که میبینید تمام ستون ها به هم دیگه چسبیده شدن، اما برای اینکه فاصله مشخصی داشته باشن و نشون داده بشه که هر ستون برای چه طبقه‌ای دقیقاً هست بدون هیچ فاصله از راست کلیک و قسمت اوتلاین رنگ مشکی رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید اینجا مشخص شد. قسمت پایینش رو بعد از اینکه دابل کلیک کردیم یعنی 1 2 3 اینایی که نوشته شده باید فاصله طبقاتی یا این بخش اینتروالمون اضافه بشه. به خاطر همین روی گزینه سلکت دیتا از بالا کلیک میکنیم، قسمت ادیت رو میزنیم و ستون اینتروال رو همه رو انتخاب میکنیم و بعد از اینکه اوکی رو زدیم دوباره اوکی میکنیم و همونطور که میبینید مشخص شد که مثلا طبقه 0 تا 9 فراوانیش عدد 1 هست و غیره. میتونیم تنظیمات دیگه مانند تغییر دادن هر ستون رو هم انجام بدیم که با راست کلیک کردن این کار انجام میشه. اما یک گزینه مهم دیگه هست، اسم چارت تایتلمون رو باید انتخاب بکنیم. من این قسمت رو بسته به موضوعی که داریم فت آی تمز میذارم و برای اینکه نشون بدم فریکوانسی ما و فاصله طبقاتیمون هر کدوم برای چه قسمتی میشه
سمت راست این علامت مثبت رو کلیک میکنم و اکسیس تایتل رو میزنم. همونطور که میبینید برای من اینجا یه قسمتی رو آورد. این قسمت رو میزنیم اینتر وال و این قسمت رو میزنیم frequency و این هم از نمودار هیستوگرام ما. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید.